إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين آیه 120 سوره نحل. دایات قبلی الله متعال بیان او محرمات را کرده بود که بنی اسرائیل بالای خود کرده بودند. الله متعال حرام نساخته بود لیکن یا بالای خود حرام کرده بودند به سبب جنایات و گناهایی که انجام داده بود. الله متعال بعد از او آیت خیلی امیدوار کننده را برای مسلمانان ذکر کرد که اگر کسی بنابر ناخبری از عاقبت و انجام خود، جهالت به انجام و عاقبت گناهی را انجام میده لیکن پس توبه میکنه، الله متعال غفور و رحیم است. انسان ها یقینا که خالی نیسته، تمام عمرشان حتما در او جنایت و گناه از پیش شده است. انسان باید تنبیه شوه، آگاه شوه و بدانه که بجز از که به الله متعال رجوع بکنه، ندامت و پشیمانی از گناه سابقی خود بکنه، راه خلاصی دیگری نداره. از او خاطر بهتر است که او حتما توبه بکنه، چرا که الله غفور و رحیم است. سوره نحل خلاص میشه، مکمل موضوعاتش در مورد بیان نعمتهای الله متعال بود که بنده ها شکرگزار شوه. در جمله بنده های شکرگزار مثال نمونهش بر ما در اینجا ذکر میکنه از ابراهیم خلیل الله، ابراهیم علیه السلام. بعضی از صفات برگزیده از او خصوصا برای از اینکه روشنی شود در پیش راه دعوتگرا، حالات از او را در اینجا بر ما واضح میسازه. کدام صفاتی را که الله متعال برای ابراهیم علیه السلام بیان میکنه، یقینا صفاتی است که هر انسان باید تلاش بکنه که همچو حرکت یا همچو عمل به خود پیدا بکنه تا که الله متعال از پیش راضی شود. بجز از این راه رفتن دیگر راه برای افتخار انسان وجود نداره. اگر کسی پشت گرفتن افتخار است باید امیرای ابراهیم خلیل الله را تعقیب بکنه. از امو خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مامور میشه که باید تابعداری ملت ابراهیم بکنه، به خاطر که ابراهیم علیه السلام اولین مبارزش در مقابل شرک و بت پرستی بوده و به تنهایی خود مقابله کرده. ما و شما هم از او درس بگیریم، در هر موقع در مقابل شرک مبارزه بکنیم، استادگی بکنیم. پیغمبر علیه السلام هم امو نمونه را یا امو تابعداری که الله برش فرمان داده بود او را با وجه درستش عملی کرد، به تنهایی خود مقابله با بتا کرد. مثل که ابراهیم علیه السلام بتا را میده کرده بود، پیغمبر علیه السلام هم در فتح مکه بتا را میده کرد. ابراهیم علیه السلام در مقابل پدر قیام کرده بود، پیغمبر علیه السلام هم در مقابل قوم خود و اقربای خود قیام کرده بود. ابراهیم علیه السلام برای نشر اشاعت توحید خیلی مبارزه و خیلی تکلیفا را کشیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم امی قسم بوده. پس در حقیقت نمونه عملی تابعداری ابراهیم علیه السلام برای پیغمبر حاصل است. خب به ما درس است. در عصر و زمانی که ما و شما قرار داریم، امو مشکلاتی که در او زمان ابراهیم علیه السلام موجود بود یا در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود بود، حالی هم امو مشکلات ها مکمل هویدا و واضح است. شما میبینی تنها اگر دیگه کلی روزها را بگذاریم، دیگه حالات مردم را بگذاریم، یک روز نوروز مقایسه بکنی با عقیده امت که در روز نوروز چقدر جاها سری قبرا بیرق بالا بشه به نام جنده که رختش از کجا می باشه، در کجا جور شده و چوبش از کجاست و او را سری قبر بالا میکنه. این نشاندهی از این گپ میکنه که یکی خوی جنده بالا کردن یک امر شرعی است، شعار مسلمان است. دومی است که با برکت میشه، با مجرد بالا کردن اینمی چوب و امی رخت بالای قبر، اینمی قابل ازی میشه که مردم دست خود در چوب بزنه، باز بوسه کنه شه، تقدس پیدا میکنه. و بعد از اینمی چوب کسی هم میده کده نمیتونه، اگر میده بکنه ضرر برش میرسه خیلی زیاد. مخلوق الله متعال از یک جای به جای دیگه سفر میکنه، کم از کم در طرف مزار سفر کردن این چه قسم است که خاندان ها میره امیال شاید موتر در عده مزار پیدا نشود.
شما ببینید اینی حالات مردم و ملت ماست در این عصر ما که آیا ضرورت به مبارزه خیلی قوی و مهم هست یا نه؟ آیا رای ابراهیم علیه السلام ما تعقیب بکنیم یا نه؟ آن چیزی که سبب شرک مردم میشه او ویران شوه، از بین برده شوه یا نگاه کرده شوه. دیگه این بسیار امر مهم است. تاسف در اینجاست یک کسی گفت که در وقت حکومت طالبا بت بامیان تخریب کردن، از بین بردن، اما او خیلی زیاد رول نداشت برای گمراهی مردم. گفت هیچ مسلمان هم گاهی کدام وقت توجه نرفته، نه برش دعا کده، نه برش طواف کده، نه تبرک دستی خود در او مالیده. او بیران میشه. اما آن چیزی که سبب شرک مردم شده، گمراهی مردم شده، قبر موهومی و خود ساخته در مزار که به هزارها و میلیونها مردم در اونجا مشترک میشه، او باقی گذاشته میشه. حکومت اسلامی گفتی طور نمی باشه. حکومت اسلامی تقاضای ازیر میکنه که آن چیزی که مردم در فساد میکشانه، در شرک میکشانه، او از بین برده شود. و امروز که ما و شما فکر بکنیم همینطور است. نه تنها در مزار، در هر جایی که قبر به نام ولی مردم او را شهرت داده، شما میبینید مردم همون محل و منطقه جمع شده در روزای نوروز نه تنها بیرق بالا میکنه، بلکه حیوانات هم ذبح میشه به نام او مردم و در اونجا خوردن و نوشیدن عام است. شما میبینید که در اینجا به نام کارت سخی است. کارت سخی علی رضی الله عنه اول کسی ثابت بکنه که در کابل آمده پای خود مانده و بعد از او جایگاه و پایگاهش بر ما ثابت بکنه. تعجب نیست. در هر جای شای مردان و کارت سخی و چی هست سم دلدل و خور دلدل مشهور شده در کل جای و کلش قابل تقدس است، قابل تبرک است. از این که در گمراهی زیاد در کجا که دامنگیری ملت ما شده، به جای توحید و یکتاپرستی الله متعال به این گپا رو آورده. امروز به هزارها مردم صرف به خاطر از اینکه عید نوروز است، عید نوروز چقدر میوه ها و گپا و اظهار خوشی و گپا را میکنه، به خاطر که جشن مجوسیات تازه شوه، رونق برش داده شوه. حتما دوست داره، حتما محبت داره، اما تاسف در اینجا است که ملاهام دفاع از امی جشنا میکنه. چقدر که مجوسی ها یار خلاص کرده میتونه از عذاب الله یا نه؟ اما آتشی که وا پرستش میکرد یارم خلاص کرده میتونه نمیتونه که قدر دفاع پیش میکنه. الله رحم بکنه. آیات های آخری سوره نحل یقینا الگوست برای ما و شما مقتداست. از او خاطر الله متعال از حالات و صفات ابراهیم خلیل الله شروع میکنه. موحد درجه اول و بتشکن. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا. یقینا ابراهیم علیه السلام کان بود امتا. الله شایدی میده. الله صفت ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. ابراهیم علیه السلام کان امتا، امت بود. امت خو یک جماعت میگه که بسیار تعداد زیادی مردم ده او به یک نظریه و مفکوره باشه، او را امت میگه. ابراهیم علیه السلام خود تنها شخص است. چند توجیه است. کان امتا بود ابراهیم علیه السلام پیشوا و مقتدا. بله، دیگرها پشت سر از او روان است. سبک مبارزه را، طرز مبارزه را، از کجا شروع کنه، چه قسم شروع کنه، از کدام مسئله شروع کنه، این کل گپار ابراهیم خلیل الله برای مردم نمونه شده و پیشوا شده. مردم از این درس میگیره و بعد از او اقدام میکنه برای دعوت خود. ابراهیم علیه السلام در این مورد بالکل پیشواست. امت به معنای پیشوا آمده. یک معنی. دوم، ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام کان بود امتا، یک جماعت، تنها بود، لیکن به مثل یک جماعت کارای جماعت در سر میرسان. چی رقم کارای جماعت؟ در مقابل کل مشرکین قیام کرده، مثل که یک امت و جماعت در مقابل یک جماعت دیگه قیام میکنه. عمل کرد ابراهیم علیه السلام در مقابله مثل یک امت وار استاد بود. هیچ لرزه سرش نآمد. تا آخرین حالت خود مبارزه کرد تا که بوتا را میده کرد، مناظره کرد، بحث کرد، کل گپا را قبول کرد. از او خاطر الله برش امت لقب داده. سوم ترجمه، ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام کان بود امتا، به مثل امت تمام صفات کمال جامعی که در یک امت پیدا میشه کلش در ابراهیم علیه السلام موجود بود. یک امت که کدام صفاتی را داره، ابراهیم علیه السلام امو صفات به تنهایی خود داشت. ولیس چیست علی الله بمستنکرین، بالای الله ناشنا نیست. چرا ناشنا نیست؟ ایجمع العالم فی واحد، که کل عالم در یک نفرم جمع کنه، صفات خصوصی و ممتازاتش. ابراهیم علیه السلام همونطور شخصیت بود.
جامعه کمالات یک امت بود. دیگه ترجمه، این ابراهیم کان امتا، یقینا ابراهیم علیه السلام بود امت. کان امتا بود امت. مسئولیت ابراهیم علیه السلام، حق شناسی ابراهیم علیه السلام به اندازه امت بود که یک امت مسئولیت احساس میکرد. اما قدر احساس ابراهیم علیه السلام به تنهایی داشت. کل امت که کدام احساس داشت؟ احساس ادای مسئولیت. امور کلش ابراهیم علیه السلام داشت. چه رقم صفت؟ قانتا لله، تابعدار برای الله متعال بود. بس فرمان الله میرسید، نه چون چرا گپا نبود دیگه در مقابل کسی دیگه. حنیفا، مکمل مایل به سوی حق و اعراض کننده از باطل. حنف میگه مایل شدن. حنیف چی مانا؟ از تمام امور باطل اعراض کننده، مایل به سوی حق، ایره حنیف میگه. در کلی گپا، در کل میلانا، اول میلان عقیده است که به سوی توحید الله و اعراض از شرک است. از او خاطر ما ایره موحد فطری میگه، موحد پخته. ولم یکن من المشرکین، از جمله مشرکان نبود. بس صفتی عمده‌اش است که از جمله مشرکین نبود. رد شد بالای یهود و نصارا، داد میزنی ما در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم، شما خب مکمل در شرک مبتلا هستی. عیسی و عزیر علیهم السلام ابن الله گفته رایستی، بازم میگه که ما ابراهیمیستیم. غلط گپ است. آلی دایی اومد کسایی که خود ملت ابراهیمی میگه لیکن بازم در شرک مبتلا است، گاه ابراهیمی شده نمیتونه. چرا؟ ابراهیم علیه السلام مشرک نبوده و تو مشرک هستی، نعوذ بالله. از او خاطر گاهی دعوای ابراهیمیت کرده نمیتونی. کسی که ابراهیم است اول شعارش نمیسته که قطع شرک مبارزه داره، در مقابل شرک قیام داره. خب شاکر لانعمه، شکرگزار بود، سپاسگزار بود برای نعمتایی که الله متعال داده بود. کل احسانات الله را با چشم سر شکرگزاری کرده، با زبان میگفت که الحمدلله یا شکر. نه هر نعمت الله را برای کدام هدفی که الله برش داده بود دمو هدف استعمال کرده و استفاده کرده. منطق رسا داشت. در استدلال و بیان کردن دلایل الله عجیب یک چیره فصاحت و بلاغت برش داده بود. مناظره میکرد، مردم زیر می آورد. الله امو قسم قوی استدلال برش داده بود و او هم در کار انداخت. قوی استدلال با نمرود مناظره کرد، با کلانای نمیتور مقابله میکرد، با پدر گفتگو کرده. چرا که شکر نعمت الله را میکشید. عقیده توحید نعمت بزرگ بود، او را ثمردار ساخت، شاخ و برگ برش پیدا کرد. اینطور نکرد که خودش تنها جور شده بود خراب میگه من جور هستم دیگران را. نه تنها در عراق بلکه در فلسطین تا ای که در مکه که اولین مرکز توحید اسلام در اونجا پس بنا شد. امروز اونمو چشمه اصلی توحید است که ما و شما در همه ساله در اونجا اجتماع داریم، برای حج میریم. الله متعال صفات را برای ابراهیم علیه السلام ذکر میکنه. اجتباه و هداه، الله برگزیده بود او را برای نبوت، اهلیت و قابلیت یزیر داده بود که او دعوت دین بکنه. و هداه، راهنمایی کرده بود ابراهیم علیه السلام برای نشر اشاعت دین. یکی خو انسان اهلیت داشته باشه، یکی که راههایش بفهمی که چه قسم ما دعوت بکنم. و هداه الی صراط مستقیم، او را هدایت کرده بود برای مستقیم که عقیده توحید الله متعال است. و آتیناه فی الدنیا حسنه، ما داده بودیم در دنیا زندگی نیکه. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، یقینا این شخص در آخرت هم از جمله اعلی لمبر صالح است. پس وقتی که شخصیت ابراهیم علیه السلام آنقدر ممتاز است که الله شایدی میده، ملت از او را الله ملت مقبول معرفی میکنه و او را میگه که لیاقت پیشوا بودن و مقتدا بودن نداره، ما باید در دنبال از او روان شویم. کدام روشی که او اختیار کرده ما باید اختیار بکنیم. مبارزه امروز از کجا شروع شده، با کی ختم شده، چه قسم مبارزه کرده، کدام مسئله را زیاد اهمیت داده، این را باید ما بدانیم. ابراهیم علیه السلام اول مبارزه را با پدر شروع کرده. از خاندان پیرا بود، از خاندانی بود که پدرش نذرانای مردم هم میگرفت، آرام نشسته بود، بوتا را تراش میکرد. یک درس عظیم است به او دوستا و برادرایی که در خاندان پیدا میشن که مکمل خاندان سالا به مردم تعویض و تومار داده، تایبند جور کرده مردم بری خواد، نذرانا و نیازی ها را جمع کرده. به او جوانا ای آیت ها خیلی هشدار میده که شما ابراهیم وارد شده میتونی یا نمیتونی. در مقابل پدر قیام میکنه، پدر را میبینه پیری قوم است، مردم برش نذرانا میاره، رهبری مذهبی مردم است، اما در راه غلط
از امو خاطر شروع با پدر میکنه، گفتگو و دلایل از ذکر میکنه. پیش براتان گفته بودم در سوره مریم چی هسته؟ میایه بخیر انشاءالله اگر عمر باقی بود و جمع میرسیم که چطور گپای قناعت بخش برای پدری خود، برای قومی خود میگه. لما لا تعبد ما لا چیسته؟ یسمع ولا چیست؟ یبصر. چرا شما عبادت میکنی او چیزی را که نه دیده میتونه و نه شنیده میتونه و نه از تو چیزی را دفع کرده میتونه؟ یک معبود باید سه صفت خود داشته باشه، ببینه، از سخنایت بشنوه و یک مشکلی تو را خود دفع بکنه. چرا شما عبادت میکنی؟ استدلال ابراهیم علیه السلام قوی استدلال بود، عام فهم بود، در کلمات ساده اما مردم بسیار خوب میفهمانید. دیگه از پدر شروع کرده. کدام موضوع را شروع کرده؟ موضوع رفع الیدین نه، موضوع توحیده، عقیده. مشکلی که در جامعه ما رونماست همش نشأت از عقیده میکنه. زمانی که عقیده جور شوه همه گپا جور میشه، کلی گپا. این مسائل عمل خود به خود باز عقیده تقاضا میکنه که عمل مطابق کی باشه و چه قسم باشه. از او خاطر زیاد اهمیت به سوی دعوت عقیده داده بود و الله متعال او را بر ما پیشوا مقرر کرده. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، باز وحی کردیم به توی پیغمبر علیه السلام ان اتبع ملت ابراهیم که تو تابعداری کو از ملت ابراهیم. تابعداری کو، نگفته تقلید کو، میگه تابعداری کو. چرا؟ به خاطر که دلیل موجود شد، الله شاهدی داد، الله فضیلت و افتخارات ابراهیم علیه السلام مکمل واضح ساخت که ابراهیم علیه السلام حیثیت یک امت داشت، مقابله مبارزه با امرای کفر و مشرکین میکرد به تنهایی خود، دعوت به سوی توحید الله داده. از او خاطر تابعداری ملت از او را بکن. ملت کدام روشی که او انجام داده به مو روش تو روان شد. حنیفا شعار اولی و اصلیش اینمی بود که موحد هستم. از او خاطر امروز اگر کسی خود موحد میگه مردم دیگه از این مفهوم مخالف میگیره. وای ما مشرک هستیم. چی؟ ما خود نگفتیم که تو مشرک هستی، اگر تو به خود کشف میکنی جدا مسئله است. تو موحد شما واری همین صفت و لقب به خود پیدا کن. خود در صورتی که تو در قبرا سجده کده رویستی با پیر صاحب چارغوک کده رویستی باز گاهی هم نام موحد سرت گذاشته نمیشه، هیچ امکان نداره. و ما کان من المشرکین، شعار بزرگ ابراهیم علیه السلام نبود از جمله مشرکا. پس از او خاطر پیغمبر علیه السلام با این قدر کمالاتش بازم تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام در مبارزه چی؟ علیه شرک باید تابعداری از او را بکنه که اول شعارش امی باشه و اول دعوتش توحید باشه، مردم فقط بفهمانه. پیغمبر علیه السلام 13 سال در مکه سوره های مکی کلش معالجه عقیده را میکرد، بیان توحید الله، بیان اثبات رسالت پیغمبر، بیان میعاد، صداقت قرآن. این موضوع ها را دنبال میکنه به خاطری که عقیده ذهن جور شوه. چرا؟ به خاطری که اسلام دو قسم است. یکی از روی ذهن است که ذهن انسان قبول کنه، مزایا و ارزش های اسلام بفهمه، به فکر و منطق خود درک بکنه. یکی طور اسلام است، یکی اسلام تذکیری و میراثی است که از پدر ما امیر رقم مسلمان آمدیم یا در تذکیره اسلام نوشته شدیم. در بین اردو اسلاما فرق زمین و آسمان است. اونجا ارزش داره اسلام پیشش. وقتی نماز میخونه از او لذت میبره، روزه میگیره لذت میبره، حجاب میپوشه لذت میبره، ریش میگذاره لذت میبره. اما یکی اسلام تقلیدی است، بس دنبال کسی دیگر روان شدن، هیچ اهمیت پیشت نمیداشته باشه. از او خاطر است که ما مامور شدیم به اینکه تابعداری ملت کی را بکنیم؟ ابراهیم خلیل الله را. انما جعل السبت، یقینا گردانیده شده تعظیم روز شنبه علی الذین اختلفوا فی، بالای کسانی که اختلاف کردند او. و ان ربک، یقینا پروردگار تو، لا یحکم بینهم، فیصله میکنه در بینشان یوم القیامت، در روز قیامت، فی ما کانوا، در آن چیزی که بودن، فی دو چیز یختلفون، اختلاف میکردن. یهود و نصارا و کلگی برش این اختیار داده شده بود که یک روز برای عبادت برای خود خاص کنن. یهود و نصارا اردویشان الله متعال با وصفی که فضیلت جمعه برشان بیان شده بود جمعه را اختیار نکردن. یهود روز شنبه را و نصارا روز یک شنبه را انتخاب کرد. روز جمعه الحمدلله به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی گذاشته شده. چرا؟ به خاطر که روز جمعه روز تعظیم ابراهیم خلیل الله بوده. پس تو طرف دعوا میکرد که ما ملت ابراهیمی هستیم، او طرف باز در روزی که ابراهیم علیه السلام تعظیم کرده بود او را نمیکرد، بلکه روزهای دیگر را برای خود انتخاب کرد. امروز
مسلمانی که در افغانستان زندگی میکنه که روز عید فطر و عید قربان آنقدر خوشی نمیکنه مثل که در روز نوروز میکنه، عینا نمی یهود و نصاراست. به خاطر که از خود تعیین میکنه روز خوشی را و روز مجوسی ها را تعظیم میکنه. گاهی هم ملت ابراهیمی شده نمیتونه. چرا؟ به خاطر که الله متعال برای تعظیم کدام روز انتخاب کرده؟ جمعه را. او تو میگیری دیگر روزا را انتخاب میکنی. الله متعال رد میکنه بالای یهود و نصارا به خاطر که روزی که ابراهیم علیه السلام تجلیل میکرد او را گذاشت و دیگر را انجام میده. امروز مسلمان هم اگر عید مجوس تجلیل میکنه یقینا که توهین به عید خود میکنه. لیکن چرا اوطور شوه؟ قرآن کریم یک صفتش معجز است. در هر موقع آیات های قرآن کریم موافقی و نمو حالات و نمو حوادث میباشه مکمل. شما امروز میبینی بحث ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام بطار از بین میبره که سبب گمراهی مردم میشه. رب اینهن اضللن کثیرا چیسته من الناس. اینمی بطاست که ذریعه گمراهی بسیار مردم شده. از او خاطر شروع میکنه میده کده رایسته. با میده کردن دو دلیل پیش کرد برای قومی خود. اول واخو میگفتن حاجت روا مشکل کشاست، دفاع کننده است. یک نفر میخیزه کلی بطار از بین میبره. اوای چیز از خود دفاع کرده نمیتونه. بیوسی و عجزی بطایشان ثابت کرد. دوم الزام پیدا کرد بالای ازی که این چیزها را شما پرستش میکنه. شما از او خاطر وقتی برشان آمدن که چی کرده؟ گفته است کبیر شینمیست است، پیششان سوال کنید دیگه. اگر طاقت و توان گپ زدن نداره. اگر این استدلال و منطق ابراهیم علیه السلام در او روز عرق سر قوم آورد و بجز از اینکه رای تهدید در پیش گرفتن دیگه منطق و استدلال نداشتن، دست به زور زدن به شکنجه که الا آتش در بده دیگه. نمانی که ابراهیم علیه السلام این کارا را کرده. امروز اگر مسلمان به یک مرده قبر که نه آوازش شنیده میتونه نه حالش دیده میتونه و نه مشکلش دفع کرده میتونه، چی فرقی داره؟ به او مشرک وحی الله متعال نامده بود قرآن کریم و دعوای اسلامیت هم نکرده بودن که ما مسلمان هستیم که ابراهیم علیه السلام سرش الزام میآورد که قرآن اینطور میگه. اما امروز مسلمان داد از اسلام میزنه، قرآن برش آمده و تو الزام سرش میکنی که آیت قرآن کریم اینطور میگه، اما او قبول نداره. حال از این مشرکین خیلی بد است یا حال از او؟ یا اینجا حجت ثابت شده، اینجا قرآن تو خود میگی، اعتراف میکنی قبول دارم اما بازم نمیپذیری. چی فرق است؟ بله بجز از اینکه رای خشونت در پیش بگیره نمانشه که وهابیست. خیر و خلاص زدن و کندن شروع شود دیگر را ندارن. در استدلال و منطق و پیش شود نه بگوین که بله دینمی اینی کمال است. شنیده میتونه نه دیده میتونه مشکل دفع کرده میتونه. شما بری همو کلانترین مشرک از یارا پرسان کنه بگو دفع کرده میتونه کدام چیزه؟ پدرشان گفته نمیتونه که دفع کرده میتونه، پدرشان. اما چرا؟ خیر چرا اینقدر مخلوق از همین ملاها پرسان کنه؟ همین ملاهایی که داد از نوروز و دفاع نوروز میکنه بگو آلی که در مزار جای نیسته و طلا پر شده مسافرخانه جای پیدا نمیشه، این مردم برای چی آمده؟ از دو شک خالی نیست. یا اونجا چیزی گم شده خود پیدا میکنه، فاسق هم اونجا میره، قمارباز هم اونجا میره، بچه باز هم اونجا میره، بگی زنک باز هم اونجا میره نعوذ بالله، و صبور هم اونجا میره. چرا؟ موقع است، ازدحام زیاد است کشیده میتونه، ازدحام زیاد است قطی زن هم شانه بزن قطی چی هم شانه بزن. کدام گپ است؟ به اون مقصد میره دیگه. یا به خاطر عزیز مناسب بگو اگر سفر به این خاطر کرده باشه چی است؟ تو بگو که آلی یک شخص یک دریوری که بفهمه که اینی آدم به دزدی میره، یک دریوری که میفهمه که اینی آدم به زنا میره، اینی به قمار میره، ورداشتن امی آدم در موترش درست است، جایز است یا ناجایز؟ تو جواب بگو، مناسب تو جواب بگو. به این مقصد اگر میره، اگر به مقصد دیگه میره، من گفتم دو شک داره که نه اونجا چیزی حاجات پوره میشه، تکلیفا رفع میشه، او مردم اکثر و غالبا به می خاطر میره که اونجا حاجتا پوره میشه. روز نوروز است خدا جان جنده بالا میشه، از کرامتی سخی جان کور بینا میشه، کورا بینا میشه. دنیا کورا بینا شده، قاری صاحب برکت الله سلیم هم بینا شده. از او سوال کنه که چند دفعه در مزار رفته یا نرفته؟ اول بعد امی بینا میشد که کرامت علی رضی الله بسیار واضح میشد، در جهان پخش میشد که قاری چیسته مشهوری افغانستان در مزار بینا شده. عجیب است. بیچاره مردم دلار در جیبش دیده سفید
مردم سرش هجوم آوردن مجاورا، حالا که کور بینا شد چیخ میزنه کور نیست و مردم دلار برد.